خانواده پالکونیک خیرالدین احتمو که در حمله سلاح به دستان در مرز با افغانستان جان داد میگویند تا آخرین نفس در فکر کار و وظیفه خدمتیش بود. خانه احتموها در آن واحد ماتمخانه شد. شب 10 دکبر خبری مدهش قتل پدر از دست گروه سلاح به دستان افغان به جماعت وطنی ناحیه فرخار رسید و یک باره 4 فرزند را یتیم کرد. همسر پالکونیک گلنیسا نظامова روز 4 دکبر یک روز بعد مراسم خاکسپاری شوهر در زادگاهش ناحیه فرخار گفت همیشه از کار او هراس و نگران داشت. خانم نازیمова همراه 3 فرزندش در نزدیک همسر در قسم مرزبانی زندگی میکرد. وی میگوید درباره فاجعه ساعت‌های آخر زندگی همسرش چیزی نمیداند. خیرالدین احتموی 42 ساله شب 2 و 3 دکبر در مرز تاجیکستان با افغانستان در یک زدوخورد مسلحانه با قاچاقبران افغان کشته شد. شریف احتمو برادر بزرگ خیرالدین احتمو روز دوشنبه 4 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادرش 8 سال داشت که مادرشان این دنیا را ترک کرد و آنها در دست مویندر بزرگ شدند. با گفته او خیرالدین بعد ختم مکتب به دانشگاه عالی سرحدی شهر ریاضان داخل شده آنجا را سال 1997 ختم کرده به وطن برگشت. او میگوید از سال 1997 کار را در مقامات انتظامی شروع نموده تا سردار قسم نظامی رسید. برادر پالکونیک کشته شده در ادامه صحبتش گفت که بعد آوردن جسد برادرش مشاهده کرد که 3 تیر در پای راست و 1 تیر در پای چپش رسیده است. این هم صحبت ما گفت که اگر سری وقت به آنها کمک میرساندند با احتمال زیاد برادرش زنده میماند. از خیرالدین احتمو 4 فرزند 2 پسر و 2 دختر ماند. بزرگترین فرزندش 16 سال و خردترینش 2 سال دارد. همکاران شاگردان خیرالدین احتمو از او توصیف کردند و گفتند که یک کارمند حرفه‌ای بود. جمعه‌خان لقایو یکی از شاگردان خیرالدین احتمو گفت که بسیار تاکتیک‌های جنگی و مقابله با دشمن را از او آموخته بود. جناب لقایو گفت که استاد زنده یادش بسیار به کارش صادق بود. او میگوید که حتی با او در عملیات خروق اشتراک کرده بسیار تجربه را از او آموخته بود. مقامات تاجیکستان حادثه شب 10 دکبر در مرز افغانستان و تاجیکستان را حمله گروه قاچاقچیان مواد مخدر نامیدند که در نتیجه آن خیرالدین احتمو سردار قسم مرزبانی ناحیه شمس‌الدین شاهین کشته و 4 سرباز و افسر دیگر زخمی شدند.